شش یک شش سه شش و پنج شش و پنج اکه سورو خرید کردن میخوام. یک شکلات میخری و خلاص. راو دیرتر بیا. اکه بچه ما همین بازی را نه سر کردیم. کیفی همین بازی را نپرم. اکه جون بیریج میخرم. مادرم آش پخته با مردم تقسیم میکنم. با خیر است. و شما نه توی دارید و نه اید. و این آشی پلاو را با مناسبتی چی میپذیرن؟ خیر میلش. اگر برینج خرد کیلوی خستن میشود. شما پرتوید من حاضر میایم. سمی بیا. سهراب جان من انتظار میشم. 10 سومون میشود. با من 5 کیلو در کن. 5 کیلو؟ ها 5 کیلو. او اینقدر برنج بسیار رو چون میکنی؟ اکم میوید اکم. اوچم آش پخته با مردم تقسیم میکنن. اکاد میآید؟ ها اکم. پرویز؟ ها اکای پرویز هم میآید. پنجاه سومان. مرحمت. پرویز. خوب رئیس
دوام میدیم. چی گپ شد رئیس؟ وای سمیرو پرویزی اکاش می آمده است. پرویز؟ بله اکا. ای دیوانا 100 بار به تو گفتم در گردی ماشینی من نگرد. دف شو از اینجا. من تو را در نزد ماشینم نبینم میگویم. دف شو. خدا در شو. دیگر تو را در اینجا نبینم. تهمینا کجا میرفته باشد؟ علیکم سلام. سورپرایز. آها این رو بینید. من ماشین دارم و عروس شونده من باشد با مشروطه دیها به کجا می رفته باشد؟ مرا عروس شوندم نگوی. برای چی عزیزکم؟ تهمینا عصبی نشم. خیر میلش. پدرت آمده بود با وی پولی زیاد دادم. میگوید که لباس های در مغازه من بوده و تهمینا معقول نیست. برای همین به او پولی زیاد دادم. هیچ گپ نی. وقتی که خانه دار میشویم خزینه مغازه رو به تو میسپارم. همین که به شهر رفتم خوجینی مغازه تو میشویم. ها؟ سفسطه نگوی. دور شو از نظرم. برای عروسی امان خرید کنی میروی ها؟ انا کمی دیگر مون. من حتما تو رو میگیرم. این خوابت رو تو رو میگیرم عزیزم. من تو رو دوست میدارم. گفتم دوست میدارم. تو رو میگیرم. اصلا کن. دوست میداشته است. تهمینا. پرویز کجا شدی؟ آخر مشروب می رود. پرویز ای پرویز آخر کمی می. ایستید. اکای جعفر ایستید. ایستید یک لحظه صبر کنید. ایستید. پرویز می آید. خواهر چی شد؟ پرویزش کیست؟ سلام علیکم. عذر میخواهم کمی دیر کردم. قریب بود که مرا مانده میرفتید. برادر این مرشد به سمت دهه نوآباد میرود. با فکرم شما خطا کردید.
не якай ҷафар, хато накардам. Ман аз деҳаи Навободам. номи ман Парвиз. писари апаи Соҷида ҳастам. اوه پرویز خوب هستی؟ این قدر سالها در کجاها بودی؟ خیلی هم تغییر یافته ای. акаи ҷафар, ман дар шаҳр таҳсил карда донишгоҳи тиббиро хатм намудам. ба деҳаи худамон ҳамчун духтур таъин шудам. پرویز лабай با خدا قسم تو رو در کوچه میدیدم نمیشناختم. تو رو تهمینه شناخت وگرنه ما میرفتیم. чӣ? таҳмина? بله تهمینه. таҳмина? چی شد؟ الو ака парвиз меояд. چی؟ парвиз меояд мегӯям. باید نمی اومد او را در اینجا روز نمیدیم. нафаскашӣ намегузорем. аз куҷо донам ака? аз куҷо донам? гуфтанд ки меояд. یک لحظه ایست. خوب هستی؟ سهراب انیق میدونی که میآید. این خبر رو به تو برسون. چرا اینقدر پس گپ میزنی ها؟ چرا اینقدر پس گپ میزنی؟ از زنت میترسی؟ سهراب گپی گفتم رو اجرا کن. پرویز نباید با این ده آید. سهراب دیونگی نکن. چی کاری میکنی نمیکنی و با این ده. اوچا سهراب لبای اوچا جون. سخنهای اکت رو شنیدم. او نباید به این دهن رسد. او را باید یگان کس نبیند. مردم باید به سخنهای او گوش ناندازند. فهمیدی؟ فهمیدم. اوچا گوش کنید آخر. این تهمینه. باز تهمینه. بس کن سهراب. چرا آخر اوچا؟ اگر پرویز امروز به ده بیاید مردم ده را از خواب غفلت بیدار میکند. امروز به حیث دکتر روید، فردا وظیفه معلمی را به گردن میگیرد. روز دیگرش باشد امام میشود. میفهمی؟ مایلش اوچا. مرا با دقت گوش کن سهراب. اوچا تلفن را خاموش میکنم. اوچا اول مثل انسان با وی صحبت کن. با وی فرمان کی تو در این ده حقوق زندگی کردن را نداری. خیر اگر روزی نشود بعد چی کار کنم اوچا؟ گریه کردن گیر. وقتی که برادرت به ده اومد بسیار تر گریه میکنی. گوش کن. خلا التجا دارم با برادرم یگان کار نکنه. من شما رو مثل مادرم میدانم. سهراب رو باشد مثل دادرم، مراد رو باشد مثل یکم. التجا دارم با پرویز یگان کار نکنه. چی کار کردنم را خودم نغز میدانم. اوچا جون گوش کن سهراب. اوچا بس کنید آخر. تلفن را خاموش میکنم. اگر گپت نگذرد بس کنید اوچا. اوچا تلفن را خاموش میکنم. بفهمید؟ تلفن را خاموش میکنم. سهراب اوچا چی شد؟
نمیدونم. همین که اومد میفهمیم. تو باشی، آرام نشین. زنت رو گرفته خونه مادرش بر. اوچا چرا او را ببرم؟ آیا دخترم عزیزه رو هم ببرم؟ بچه نادان، عزیزه را کجا میبری؟ وی نبیره من است، از آیله ماست. زنت را برکی در فراق دخترش سوخت خاکستر شود. چی بودنی دشمنی را فهمد. بچه نادان. دوازده سال پس به دهه میروم. تخمین باور میکنی حتی نصف زیادی مردم دهه‌مان رو فراموش کردم. خیر، تقدیر همین بوده است. آخر به این دنیا یک بار میآییم. به این دنیا بسیار چیزها یک مرتبه می آید. حیات، عمر، اینها یک مرتبه آمده می گذارد. عشق هم تخمینه، عشق هم در زندگی یک بار می آید. انسان در حیاتش یک بار عاشق می شود. پرویز، اینقدر سخنهای زیبا می گویی. تو این سخنهای زیبا رو با چند دختر دیگر گفته بودی؟ باور کن، این سخنها رو یکمین بار است که می گویم. تو دانشگاه طبی رو یا که رشته ادبیات رو ختم کردی؟ باری اول است که من این سخنها رو به صاحب ارزنده‌اش میگویم. تخمینه، به من وعده داده‌ات پیش از رفتنم رو فراموش نکرده ای؟ خداوند محبتتان را زیاده گرداند. تخمینه، کلی پیش درو. ایستا، چیکار میکنی؟ چی کار میکنم؟ عروس شوندم رو از نزد تو دور میکنم. عروس شونده؟ بله، عروس شوندم. ها، تخمینه؟ مگر با او نگفته بودی؟ من عروس شونده تو نیستم. بله، حالا نیستی. من یک دو روز بعد فاتحه داریم. برمیگردیم به مسئله اساسی. خلاصه من، تخمینه و تمامی مردم دهت تو را در این دهه دیدن نمیخواهیم. چی؟ تو چی گفتی؟ سفسطه نگوی. من این گپ رو باری اول میشنوم. این گپ رو کی گفته برآورد؟ من در دهه خودم زندگی میکنم. هیچ کس حق ندارد که مرا از دهه هم پیش کند. چونان میروی که خودت حیران میشوی پرویز. چی؟ کاری چندین سال پیشت رو باز تکرار کردنی؟ برادری جانیت رو فروخته بودی، باز نقشه پیش کردنی مرا کشیده ای. این نوبت هر کاری که میخواهی کردن گیر، موفق نخواهی شد. سهراب، من دختری دهه‌ای نواباد هستم، یعنی از طرف حکومت وظیفه دار شدم. محض برای همین تو را دیدن نمیخواهیم. نمیخواهیم که تو در دهه زندگی کنی پرویز. نمیخواهیم که در این دهه چون من باز برادر به پدر زندگی کند و پدری او را تو کشته باشی. برای همین زود از دهه برآمده رو. گپی من تمام. پیش درو. دستت را گیر. نمیبینی او با تو رفتن نمیخواهد؟ سردی. او خودش گفته ایستاده است که با تو رفتن نمیخواهد. دستت را گیر. به تو میگویم کاردار نشو. سهراب، به تو میگویم دختر را سرده. اگر من خواهم با من میرود. پیش درو. سهراب، دستت را گیر.
با ماشین سوار شوید میرویم. همه با ماشین سوار شوید میرویم. چی تهمینه؟ تو به همین عرابه شکستگی میروی و با ماشین من نه؟ این ماشینی تو باشد اینش ماشینی من است. پرویز من به شما یا نشان میدهم. پرویز قسم میخورم که تو را آزاد نفس کشیدن نمیگذارم. قسم میخورم که یک روزی آسوده را نمیبینی پرویز. اوچا اوش کی تیار میشود؟ اینقدر دیر شد؟ گروز نماندم اخیر. صبر کن تو هم باید نفس بدهی. وقت چقدر تیز میگذرد. ماشین باید کی ها می اومد. بخیر باشد. تلفن دستی هم نداریم که با کام زن زنیم. تو تلفن رو من آش رو کی تقسیم میکند؟ من تقسیم نمیکنم، سمی تقسیم کند یا اینکه اپای تامین رو جغ زنی. اوچا اکم تقسیم میکنم. مایلش بیسرکم. قدمی مبارکی قاتلی لعنتی هرگز به این دیه نرسد. درد و بلاها مصیبت ها همش به سر همون پرویز رود. هرگز قاتلی نابکار هرگز به آرزوی امیدش نرسد. پرویز قاتل همون درد و بلاها مصیبت ها به سر همون قاتل پرویز بیاید. تو مصیبت ها به سر همون پرویز بیاید.
خیلی زیباست. این پسر سوجیده خیلی کلان شده. دکتر است. پرویز لابای انا همینجاست مرکز تیوی. همینجا؟ بله. اینجا کای ساخته و کای خراب شده است؟ اینجا هم از دست اویل ایوموف به همین حالت رسید. لیکن تی پروا نکن. سرجم شده در بین 2-3 روز اینجا رو تازه میکنیم. مالش خیر پرویز جان، تا بازدید. اوچا! 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 اوچم در کجاست؟ در خونه؟ اوچا! 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 چی گپ؟ اوچا! چی شد؟ چی واقع شد؟ چی شد؟ یگان واقعی ناخوش؟ پرویز آمد اوچا. او را با چشمانی خودم دیدم. همراه تهمینه بود. همراه تهمینه بود. تهمینه به پیشوازک به شهر رفته بود از اوچا. پسرم سهراب، تو چی؟ برای تهمینه غمگین شدی؟ یا اینکه آخر او قاتلی پدرم است. برای چی خیلی گم میزنید اوچا؟ لحظه های مرگی پدرم رو هرگز فراموش نمیکنم اوچا. هرگز مرگی پدرم رو فراموش نمیکنم اوچا. پرویز بیا رفت. پرویز من ماشین رو های کردم میتوانم. سهراب تو های کردن نمیتوانی، پدرت را میزنی. حالا وقت این کارها نیست. ای من کور نیستم کو. من به او گفتم که های نکن. او یک روی کرده ماشین رو های کرد. پدرم باشد گریخته نتوانید. در نتیجه پدرم زیر ماشین ماند. سهراب بچه جانم اوچا. با خود بیا. پرویز باید مرا گوش میکرد. باز کن سهراب.
با خود بیا زهرا. اوچا پرویز باید از این ده برآمده رود و پدرم را کشت و هم معشوقم را از من کشیده گیرید. او باید برآمده رود. اوچا من به تحمل زندگی کرده نمیتوانم. آرام شو زهرا پسرکم، با خود بیا. اوچا جون همش سوزش کرد. دخترم акаи диловар язна. اوچا من در آمده ایستادم. سلام آقا جون. دودر جونی من. چی خیل هستید؟ همه خوب؟ خیر دیگر چی حال دارید؟ نقص. جیانکم عزیزه چی خیل؟ خوب است؟ خوب است. پرویز جونم. اوچا جون. اکا جونم اومد. اوچا جونی عزیزم. اکا پرویزم اومد. بیایید شما رو آغوش بگیرم. اکا جونی اوچا جون. اکا جون. چقدر تو پس من چقدر این ساعت رو پزمان بودم. مرا ببخشید. از رای من شده شما عذابی زیاد کشیدید اوچا جون. به خونه خودت خوش آمدید. هر شب چهره پرنور شما رو به یاد می آوردم اوچا جون. شما همیشه در یاد من بودید. من قربانی شما شدم. من دیر تو رو انتظار بودم بچه جان. چقدر این روز رو انتظار بودم اوچا جان. چقدر دیداری شما رو پزمان شدم اوچا. شما رو سختیات کردم. شما رو سختیات کردم اوچا جان.
دیگر از نزدتون دور نمیروم. با شما وعده میدیم. خوش باشه. بیا دادم. خوش باشه دادم. اینقدر انتظارات شدم. بچه جوجی رفتیم. خیر دیگر خوب استید اوچه جان. شکر بچه. الیاس از من دیدم مردی بزرگتر شده است. خیریت که اکا جان شما اومده. 12 سال منتظر این لحظه بودم اکا جان. هرگاهی که با دشواری دچار میشدم این روز رو فکر میکردم. همیشه میگفتم که حتما اکا پرویزم اومده قصی من رو میگیرد اکا جون. دوی بابا رو میزده دستم رو شکسته پایم رو لد دادن اکا جون. دوی بابا رو میزده بله من دوی میگفتم که اکا میوید پدر ندارم بله برادری بزرگ دارم اکا جون. برادری بزرگ دارم. بس کن گیره ها الیاس. انا دیدی که من آمدم شیرکم. همهش خوب می شود. گیریه نکن آخه. تو مردی کلان هستی. یا کس رو نمی بینه. او در کجاست؟ اپای تحمیده رو میگوید او هم مثل ما شما رو بسیار منتظر شد. نه من عزیزه رو در نظر داشتم. عکسهایش رو همیشه می بوسیدم. حالا او در کجاست؟ او را کی بوسه می کرده باشم؟ بچه ها من یک اوش رو بینم فراموش کردم. مالا شوچه جون. الیاس لبا اکا جون. اصل این کار رو به من نمیفهمانی. چرا فهمونم اکا؟ وقتی که می اومدم یزنم از خونه برآمد. بسیار عصبی بود. به او صدا دادم گویا که نشنیده رفت. اکا جون با مشکل ناچیزی عالمی بین خدا شد. فکرش رو نکن اکا جون. فکرش رو نکن. به فکرم که مشکلی ناچیز نیست. یا او رفتن من رو میخواهد. گپ زن الیاس. میخواهد که من از این ده بیروم. عزیزه جانکی من خوراکت رو خور. اگر نخوری کلان نمیشوی. گیر خور. نمیخورم. اوچم در کجاست؟ حالا می آید. به نزدی اوچم رفتن میخواهم. اوچت به مهمانی رفته است. اگر خوراکت رو نخوری وای دیگر نمی آید. گیر خور جانکم. اپای زلیخا من رو به نزدی اوچم بری. رفته بین. بعد به نزدی تقویت می روی. گیر جانکم. خونه تقویه می روم. عزیزه همون تقوی گفتگیت قاتل است. میفهمی قاتل است. باباید رو کشته. باباید رو. چونان شپاتی میزنم که زلیخا رو از پیشم گرفته بر نباشد باز یگان بلا بر سرمون میاره.
این را البته با تو گرفته میدیم با کدام راهی که نباشه. من این خطایی رو یک بار کرده بودم دیگر تکرار نمیکنم. با پسرم مراد محبوبش را گرفته داده نتوانستم. اکنون مراد سرسان و سرگردان خودش تنهاست. دودرکم آسوده باش، من در بری تو هستم، همش خوب می شود. عزیزه جان گیرن نکن. حاضر بازی میکنیم. نه زیوچه هم میروم. مایلش میرویم. گیرن نکن. زلیخا عزیزه جان رو گرفته نزد مادرش بر. مادرش رو ببیند، یک بار تقویش رو هم ببیند. بعد آنها رو گرفته عزیزه جان رو گرفته همراه مادرش به خانه بیا. فهمو بیبی جان من شما رو دوست میدارم. جانی بیبی، شیرینی بیبی. برای چی اوچه؟ آخر شما خودتون گفتید که منیره رو ببر، حاضر باشد. باز میگوید که او رو بیار. آخر منیره خودش به دیدار بینی برادرش رفتن خواست کو. حالا باشد نقشه های دیگر در پیش است. خیر کنی گپ زنید اوچه، چی نقشه دارید؟ آیا وی قاتل دردی از زندگی کند؟ قاتل گپ در سری قاتل نیست. ولی چی گفتن میخواید اوچه؟ هرگز نفرت و خصومتم کم نمیشود، ولی خطر در دیگر چیز است. بفهمی؟ در دیگر چیز پرویز میتواند با آسانی در دل مردمی ده جای بگیرد. وای دکتر است، این با کاری ما خلل میرساند. اگر مردمی ده بر گپی پرویز گوش دهند، همه نقشه های کشیده ما برباد می رود. تو این را میفهمی؟ خیر چی نقشه داره دوچه؟ پرویز رو بگمانم تهمینه به ده دعوت کرده است. همین طور مراد را جغزن در حال بیاید. پگاه به خواستگاری تهمینه می روید. تیاری دیدنمون لازم. مایلش اوچه، رفته اکم رو زنگ میزنم. خوب شده است. زودتر زنگ زن، زودتر بیاید. زود باش.
عزیزه جان دستت رو ده. خاله ما میرویم. زلیخا صبر کن حاضر میآید. یک دم ایست. انا بیاد برای تو چی آورده است؟ اینقدر لختک زیباست. این لختک برای عزیزه جون نی، لیکن به وی مخکوش شده باشد. البته برای او هم میسازم. بیبی جان کالونش رو میخواهم، مثل اپای زلیخا کالون باشد. خیلی ما میرویم. هدیه رو نگرفته به کجا میروی؟ خاله من این کار رو نمیکنم. آخر شما این کارها رو بس کرده بودید کو. نمیکنی؟ کردنک؟ چرا نمیکنی؟ مجبور میکنی. این لختک را در اتاق پرویز میگذاری. مرا فهمیدی؟ التجا میکنم خاله، این کارها رو به من نگویید. آخر سالهای دراز با این کار مشغولید ولی نتیجه خوب نمیبینید. این دختر رو بیننده خودم کلون کردم، به وای رسوندم. امروز به من درس میده. ای خاله آخر چی؟ دبت را گیر. نمیکنی؟ اگر نکنی من خودم میکنم. خودم در نزد اونو خودم را شرمنده کردم. خودم این کار را میکنم، برای اویلم میکنم. میلش خاله میکنم. انشالله که خداوند مرا برای این کار را میبخشد. کلینم را فراموش نکن. او را هم گرفته بیار. فهمیدی؟ من فکر میکردم که آنها منیره را کلین میکنند و بدبینی و دشمنی را بس میکنند. اکا جون آنها دیگر نمیشوند. اپای منیره رو همچون غلام گرفتم. 10 سال شد که به خانه خودم نآمده بود. اکنون نو آمدن رو سر کرد. بگذار اپای منیره از یزدان جدا شود. آخر تو کرد. این ظلم و ستم آخر ندارد. تو کرد اکا جون باید اگان کار کنی. اکا جون اپای تهمینه هم در زیر چونین ظلم و ستم است. اکا جون تهمینه؟ اکای پرویز اکای پرویز اکا؟ نشناختی؟ این منم جمیل هستم. جمیل اکا. جمیل مسخره باز. چه حال داری؟ خوب هستی؟ مرحمت گذر. مرحمت تهمینه. اکا جون با فکرم جمیل رو خوب باید داری ها؟ البته جمیل را کی نمیشناسد؟ خوش اومدی اکا. چه حال داری؟ خوب هستی؟ شکری خدا خوبم. انا میبینی که باز بدی هم برگشتم. پرویز باز یک بار دیگر خوش آمدی. ای اپای تهمینا تو چی؟ اکای پرویز دیده بودی؟ نه ما با او در راه واخوردیم. ای جمیلی مسخره باز، تو هیچ از مسخره بازیت نموندی. مادرم به تو سلام گفتند. پدرم که در خانه بودند آمدن نتوانستند. گفتند پگاه میروم. سلامت باشند. نوری دیده تاجی سر آمدن گیر. اکای پرویز عذر میخواهم. من حاضر میآیم. حاضر. اکا این جمیل مسخره باز یکم مسخره کرده نیست. اکا شما با حضور شنید یک کاری ضرورم برآمد. حاضر میآیم. حاضر.
پرویز جان من شما را تنها میگذارم. خوش آمده دپا. به نزد خاله سجیده میروم. مایلا. خوب مایلش. انا همین خیلی. سورپریز دیده چه خیلی ترساندم. با خدا تلخم کفید. روکی مرا دیاد از کار ماندم. یه بار دیگر کنه نترسیدم. تو دیوانه شده جمیل مسخره باز میمون بازی کرده. قریب بود که دلم از خانهش میبرم. البته که دیوانه من دیوانه عشقی تویم زلیخا جان دیوانه عشقی تو بین اکای پرویزو پرتفته پیامک تو رو خونده زود به نظرت اومدم. دختر رو با من ده با من ده چی؟ گفتم. این دختر کلانیت است که اینقدر دوستش می‌داری با من ده گفتم. ماما البته که از تو میشد عزیزکم برای تو رو ترساندن عذر میخواهم. بیا اکنون میرویم. مسخره باز. اوچا جواب نمیدید. مشغول است میگوید مشغول. ای خدا گیرت همون مشغول است میگوید. به این زنگ زدن گیر آخیر جواب میدهد. زنگ زن. اوچا باوری دارید از وقتی که سلیمه مرد اکم دیگر به این دهه بر نگشته است. میترسد که باز همون بختیار دیوانه رو زده میکشد. پرویز دغدغه کرده بیاید و پسر من در آنجا مرده بر این خواب. آخر اوچا وای خودش اومدن نمیخواد. از بختیار هم نمیترسد. بس کن. زنگ زدن گیر. زنگ زدن گیر. آخر اوچا جواب نمیدید. آخر مشغول است میگوید. اوچا مرا دیوانه کرده است. تنها مراد ما را نجات داده میتواند. مراد فهمیدی؟ عادل‌آور سلامتیت خوب است. در کجایی؟ چی گپ؟ چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ چی گپ شد آخه؟ اوچم با تو صحبت کردن میخوام. اوچم؟ بله اوچم. مرحمت اوچا. ها پسرکم جانک اوچه چی خیل هستی؟ خوبی؟
کن مراد باز نوشیده نوایی مرا شرمنده نکن پسرم. نه نمی نوشم. مایلش میایم. گفتم کوچه جان میایم. ها مایلش بچه جونم مایلش. اوچه اگر شما خواهید من رفته اکمرو گرفته بیورم. باز مای نوشیده مست می شود. شرمنده نشویم اوچه. چرا تو در حق اکت این خیل سخنهای ناسزا رو میگویی؟ وقتی که من گفتم به مراد ننوش وای نمی نوشد. فهمیدی؟ با مزه شده است نه آش؟ بله با لذت شده است. پرویز لابای اوچه جان. بچه جان این خیلی نمی شود. آشوی اوچهت رو یاد نکردی؟ یاد کردم البته. این خیلی که باشد نزدیکترشین آش رو گیر. خوب حاضر. این رو بینیده اکای پرویز آمده گفته ما رو فراموش کرده دو چه؟ اصلا تو گروس نباشی از هیچ کس نمیپرسی. همش رو میخوری. سمی جان اگر اشتیا داشته باشی همش رو خور. مایلش منیره جان آش گیر. حاضره چه جان چوی رزم. بسیار بلذت شده است اوچه جان. آش شود بچه جان. پگاه رفته مرکزی تیبی رو قبول میکنم. من اومدم یاری بدهم. من هم کمکت میکنم. اپای منیره لبه من عزیزه رو برده خوابانم. مایلش چه رزیده پجان؟ حاضر دادرم. سمی لابای اوچه جون. جمیل همراهی من بیاید با من کمک رسونید بچه ها. مایلش خولا جون. شما به حضر خوردن گیرید یا بیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. دستانم رو پاکنم. پرویز آش را برم. مایلش. ایلیوس با من یک چای گرم دم نمی کنی؟ مایلش اکا جون حاضر. زلیخا من تا نفسی آخرین برای تو مبارزه میبرم. با خدا ای بسکه این کارو نکن. با مثل دختری خودم بابای رساندم و حقی به شوهر دادن هم دارم. قربانت شوم تحلیل چشمانت رخ شد.
وگرنه ما میرفتیم. چی؟ تهمینه؟ بله تهمینه. تهمینه؟ چه شد؟ الو پرویز میآید. چی؟ پرویز میآید میگویم. باید نمیومد. او را در اینجا روز نمیدیم. نفس کشی نمیگذاریم. از کجا دانم اکا؟ از کجا دانم؟ گفتند که میآید. یک لحظه است. خوب هستی؟ سهراب انیق میدونی که میآید. این خبر رو به تو برسون. چرا اینقدر پس گپ میزنی ها؟ چرا اینقدر پس گپ میزنی؟ از زنت میترسی؟ سهراب گپی گفتم رو اجرا کن. پرویز نباید به این ده آید. سهراب دیونگی نکن. چی کاری میکنی نمیکنی و به این ده. اوچا سهراب لبه اوچا جان، سخنهای اکت رو شنیدم. او نباید به این دهن رسد. او را باید یگان کس نبیند. مردم باید به سخنهای او گوش ناندازند. فهمیدی؟ فهمیدم. اوچا گوش کنید آخر. این تهمینه. تهمینه بس کن سهراب. چرا آخر اوچا؟ اگر پرویز امروز به ده بیاید مردم ده را از خواب غفلت بیدار میکنند. امروز به حیث دکتر آید، فردا وظیفه معلمی را به گردن میگیرد. روز دیگرش باشد امام میشود. میفهمی؟ مایلش اوچا. مرا با دقت گوش کن سهراب. اوچا تلفن را خاموش میکنم. اوچا اول مثل انسان با وی صحبت کن. با وی فرمان که تو در این ده حقوق زندگی کردن را نداری. خیر اگر روزی نشود بعد چی کار کنم اوچا؟ گریه کردن گیر. وقتی که برادرت به ده اومد بسیار تر گریه میکنی. گوش کن. خلا التجا دارم با برادرم یگان کار نکنه. من شما رو مثل مادرم میدانم. سهراب رو باشد مثل دادرم، مراد رو باشد مثل یکم. التجا دارم با پرویز یگان کار نکنه. چی کار کردنم را خودم نغز میدانم. اوچا جان گوش کن سهراب. اوچا بس کنید آخر. تلفن را خاموش میکنم. اگر گپت نگذرد بس کنید اوچا. اوچا تلفن را خاموش میکنم. بفهمید تلفن را خاموش میکنم. سهراب اوچا چی شد؟ نمیدانم. همین که اومد میفهمیم. تو باشی آرام نشین. زنت را گرفته خانه مادرش بر. اوچا چرا او را ببرم؟
آیا دخترم عزیزه رو هم ببرم؟ بچه نادان، عزیزه را کجا میبری؟ وی نبیره من است، از آیله ماست. زنت را برکی در فراق دخترش سخت خاکستر شود. چی بودنی دشمنی را فهمد. بچه نادان. دوازده سال پس به دهه میروم. تخمین باور میکنی حتی نصف زیادی مردم دهه آن رو فراموش کردم. خیر، تقدیر همین بوده است. آخر به این دنیا یک بار میآییم. به این دنیا بسیار چیزها یک مرتبه میآیند. حیات، عمر، اینها یک مرتبه آمده میگذرد. عشق هم تخمینه، عشق هم در زندگی یک بار می آید. انسان در حیاتش یک بار عاشق می شود. پرویز، اینقدر سخنهای زیبا می گویی. تو این سخنهای زیبا رو با چند دختر دیگر گفته بودی؟ باور کن، این سخنها رو یکمین بار است که می گویم. تو دانشگاه طبی رو یا که رشته ادبیات رو ختم کردی؟ باری اول است که من این سخنها رو به صاحب ارزنده‌اش میگویم. تخمینه، به من وعده داده‌ات پیش از رفتنم رو فراموش نکرده ای؟ خداوند محبتتان را زیاده گرداند. تخمینه، کلی پیش درو. ایستا، چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ عروس شوندم رو از نزد تو دور میکنم. عروس شونده؟ بله، عروس شوندم. ها، تخمینه؟ مگر با او نگفته بودی؟ من عروس شونده تو نیستم. بله، حالا نیستی. من یک دو روز بعد فاتحه داریم. برمیگردیم به مسئله اساسی. خلاصه من، تخمینه و تمام مردم دهت تو را در این دهه دیدن نمیخواهیم. چی؟ تو چی گفتی؟ سفسطه نگوی. من این گپ رو باری اول میشنوم. این گپ رو کی گفته برآورد؟ من در دهه خودم زندگی میکنم. هیچ کس حق ندارد که مرا از دهه هم پیش کند. چونان میروی که خودت حیران میشوی پرویز. چی؟ کاری چندین سال پیشت را باز تکرار کردنی؟ برادری جانیت را فروخته بودی. باز نقشه پیش کردنی مرا کشیده ای. این نوبت هر کاری که میخواهی کردن گیر. موفق نخواهی شد. سهراب، من دختری دهه‌ای نواباد هستم. یعنی از طرف حکومت وظیفه دار شدم. محض برای همین تو را دیدن نمیخواهیم. نمیخواهیم که تو در دهه زندگی کنی. پرویز، نمیخواهیم که در این دهه چون من باز برادر به پدر زندگی کند و پدر او را تو کشته باشی. برای همین زود از دهه برآمده رو. گپی من تمام. پیش درو. دستت را گیر. نمیبینی او با تو رفتن نمیخواهد؟ سردی. او خودش گفته ایستاده است که با تو رفتن نمیخواهد. دستت را گیر. به تو میگویم. تو کاردار نشو. سهراب، به تو میگویم دختر را سرده. اگر من خواهم با من میرود. پیش درو. سهراب، دستت را گیر. با ماشین سوار شوید میرویم. همه با ماشین سوار شوید میرویم. چی تخمینه؟ تو به همین عرابه شکستگی میروی و با ماشین من نه؟ این ماشینی تو باشد، اینش ماشینی من است.
من به شما یا نشان میدهم. پرویز قسم میخورم که تو را آزاد نفس کشیدن نمیگذارم. عزیزه جان گیرن نکن. حاضر بازی میکنیم. نه زیوچه هم میروم. مایلش میرویم. گیرن نکنه. زلیخا عزیزه جان رو گرفته نزدی مادرش بر. مادرش رو ببیند. یک بار تقویش رو هم ببیند. بعد آنها رو گرفته عزیزه جان رو گرفته همراه مادرش به خانه بیا. فهمو؟ بیبی جان من شما رو دوست میدارم. جانی بیبی، شیرینی بیبی. برای چی اوچه؟ آخر شما خودتون گفتید که منیره رو ببر، حاضر باشد. باز میگوید که او رو بیار. آخر منیره خودش به دیدار بینی برادرش رفتن خواست کو. حالا باشد نقشه های دیگر در پیش است. خیر کنی گپ زنید اوچه. چی نقشه دارید؟ آیا وی قاتل دردی از زندگی کند؟ قاتل گپ در سر قاتل نیست. ولی چی گفتن میخواید اوچه؟ هرگز نفرت و خصومتم کم نمی شود. ولی خطر در دیگر چیز است. بفهمی؟ در دیگر چیز؟ پرویز میتواند با آسانی در دل مردمی ده جای بگیرد. وای دکتر است. این با کاری ما خلل میرساند. اگر مردمی ده با گپی پرویز گوش دهند همه نقشه های کشیده ما برباد می رود. تو این را میفهمی؟ خیر چی نقشه داره دوچه؟ پرویز رو با گمانم تخمینه به ده دعوت کرده است. همین طور مراد را جغزن در حال بیاید. پگاه به خواستگاری تخمینه می روید. تیاری دیدنمون لازم. مایلش اوچه رفته اکم رو زنگ میزنم. خوب شده است. زودتر زنگ زن. زودتر بیاید. زود باش. عزیزه جان دستت رو ده. خاله ما میرویم. زلیخا صبر کن حاضر میآید. یک دم ایست. انا بیبیت برای تو چی آورده است؟ اینقدر لختک زیباست. این لختک برای عزیزه جان نی، لیکن به وی مخکول شده باشد. البته برای او هم می سازم. بیبی جان کالونش رو میخواهم، مثل اپای زلیخا کالون باشد. خیر ما میرویم. هدیه رو نگرفته به کجا میروی؟ خاله من این کار رو نمیکنم. آخر شما این کارها رو بس کرده بودید کو. نمیکنی؟ کردنک؟ چرا نمیکنی؟ مجبور میکنی. این لختک را
در اتاق پرویز میگذاری. مرا فهمیدی؟ التجا میکنم خاله، این کارها رو به من نگویید. آخر سالهای دراز با این کار مشغولید ولی نتیجه خوب نمیبینید. این دختر رو بیننده، این دختر رو بیننده خودم کلون کردم، به مایه رسوندم، امروز به من درس میده. ای خاله آخر چی؟ دبت را گیر. نمیکنی؟ اگر نکنی من خودم میکنم. خودم در نزد اونو خودم رو شرمنده کردم. خودم این کار رو میکنم، برای اویلم میکنم. میلش خاله میکنم، انشالله که خداوند مرا برای این کار میبخشد. ها کلینم را فراموش نکن، او را هم گرفته بیار. فهمیدی؟ من فکر میکردم که آنها منیره را کلین میکنند و بدبینی و دشمنی را بس میکنند. اکا جون، آنها دیگر نمیشوند. اپای منیره رو همچون غلام گرفتند. 10 سال شد که به خانه خودم آمده بود. اکنون نه آمدن رو سر کرد. بگذار اپای منیره از یزدان جدا شود. آخر تا که این ظلم و ستم آخر ندارد تا که اکا جان باید اگان کار کنی. اکا جان اپای تهمینه هم در زیر چونین ظلم و ستم است. اکا جان تهمینه؟ اکای پرویز، اکای پرویز، اکای پرویز، اکای پرویز. اکا؟ نشناختی؟ این منم، جمیل هستم. جمیل اکا. جمیل مسخره باز. چی حال داری؟ خوب هستی؟ مرحمت گذر. مرحمت تهمینه. اکا جان با فکرم جمیل رو خوب بیاد داری ها؟ البته جمیل را کی نمیشناسد؟ خوش اومدی اکا. چی حال داری؟ خوب هستی؟ شکری خدا خوبم. انا میبینی که باز بدی هم برگشتم. پرویز باز یک بار دیگر خوش آمدی. ای اپای تهمینه تو چی؟ اکای پرویز دیده بودی؟ نه ما با او در راه واخوردیم. ای جمیل مسخره باز، تو هیچ از مسخره بازیت نموندی. مادرم به تو سلام گفتند. پدرم که در خانه بودند آمدن نتوانستند. گفتند پگاه میروم. سلامت باشند. نوری دیده تاجی سر آمدن گیر. اکای پرویز عذر میخواهم. من حاضر میایم. حاضر. اکا این جمیل مسخره باز یکم مسخره کرده نیست. اکا شما با حضور شنید. یک کاری ضرورم برآمد. حاضر میایم. حاضر. پرویز جان من شما را تنها میگذارم. شما آمده دپا. به نزد خاله سجوده میروم. مایلا. خوب مایلش. انا همین خیلی. سورپریز دیده چخل ترساندم. با خدا تلخم کفید. اکای جمیل، اکای جمیل یک بار دیگر کنه نترسیدم.
تو دیوانه شده جمیل مسخره باز مایمون بازی کرده قریب بود که دلم از خانهش میبرم. البته که دیوانه من دیوانه عشقی تویم زلیخا جان دیوانه عشقی تو بین اکای پرویزو پرتofته پیامک تو رو خونده زود به نظرت اومدم. لختک رو با من ده چی؟ گفتم. این دختر کلانیت است که اینقدر دوستش می‌داری؟ با من ده گفتم. ماما البته که از تو میشد عزیزکم برای تو رو ترسوندن عذر میخواهم. بیا اکنون میرویم. مسخره باز. شش یک شش سه شش و پنج بازی شش و پنج اکه سورو خرید کردن میخوام. یک شکلات میخری و خلاص. راو دیرتر بیا. اکه بچه ما همه بازی را نه سر کردیم کیفی همین بازی را نپرم. اکه جون بیریج بخرم خودارم آش پخته با مردم تقسیم میکنم. با خیر است. و شما نه توی دارید و نه اید و این آشی پلو را با مناسبتی چی میپزیدن؟ خیر مایلش اگر برینج خرد کیلوی خیستن میشود. شما پرتوید من حاضر میویم. سمی بیا. سهراب جان من انتظار میشم. ده سومون میشود. با من 5 کیلو در کن. 5 کیلو؟ ها 5 کیلو. او اینقدر برنج بسیار رو چه میکنی؟ اکم میوید اکم. آچم آش پخته با مردم تقسیم میکنن. اکاد میوید؟ ها اکم. پرویز؟ ها اکای پرویز هم میوید.
50 سومان. مرحمت. پرویز. خب رئیس دوام میدیم. چی گپ شد رئیس؟ وای سمیرو پرویز یکاش می آمده است. پرویز؟ بله اکا. ای دیوانا 100 بار به تو گفتم در گیردی ماشینی من نکرد. دف شو از اینجا. من تو رو در نزد ماشینم نبینم میگویم. دف شو. خدا دف شو. دیگر تو رو در اینجا نبینم. تهمینا کجا میرفته باشد؟ سورپرایز. آها این رو بینید. من ماشین دارم و عروس شونده من باشد با مشروطه دیها به کجا می رفته باشد؟ مرا عروس شوندم نگوی. برای چی عزیزکم؟ تهمینا عصبی نشم. خیر میلش. پدرت آمده بود. با وی پولی زیاد دادم. میگوید که لباس‌های در مغازه من بوده و تهمینا معقول نیست. برای همین به او پولی زیاد دادم. هیچ گپ نی. وقتی که خانه‌دار میشویم خزینه مغازه رو به تو میسپارم. همین که به شهر رفتم خوجاینی مغازه تو میشوی. ها؟ سفسته نگوی. دور شو از نظرم. برای عروسیمان خرید کنی میروی ها؟ انا کمی دیگر مون. من حتما تو رو میگیرم. این خوابت رو تو رو میگیرم عزیزم. من تو رو دوست میدارم. گفتم دوست میدارم. تو رو میگیرم. اصلا کم. دوست میداشته است. تهمینا. پرویز کجا شدی؟ آخر مشوق رو میرم. پرویز ای پرویز آخر کمی میره. ایستید. اکای جعفر ایستید. ایستید یک لحظه صبر کنید. ایستید. پرویز می آید.
خواهر چی شد؟ پرویزش کیست؟ салом алейкум. узр мехоҳам, каме дер кардам. қариб буд ки маро монда мерафтед. бародар, ин маршрут ба самти деҳаи Навобод меравад. ба фикрам шумо хато кардед. не акай ҷафар, хато накардам. ман аз деҳаи Навободам. номи ман Парвиз. писари апаи Соҷида ҳастам. оҳо, Парвиз, хуб ҳастӣ? ин қадар солҳо дар куҷоҳо будӣ? хело ҳам тағйир ёфтаӣ. акай ҷафар, ман дар шаҳр таҳсил карда донишгоҳи тиббиро хатм намудам. ба деҳаи худамон ҳамчун духтур таъин шудам. Парвиз, лабай, ба худо қасам туро дар кӯча медидам намешинохтам. туро таҳмина шинохт. جون همش سوز میشود دخترم акаи диловар, язна? оча, ман дар омада истодам. سلام آپا جون. دودر جانی من. چی خیل هستید؟ همه خوب؟ خیر دیگر چی حال دارید؟ نقص. جیانکم عزیزه چی خیل؟ خوب است؟ خوب است. پرویز جانم. اوچه جون. اکا جانم اومد. اوچه جانی عزیزم. اکا پرویزم اومد. بیایید شما رو آغوش بگیرم. اکا. جانی اوچه جون. اکا جون. چقدر تو پس من چقدر این ساعت رو پزمان بودم. مرا ببخشید. از رای من شده شما عذابی زیاد کشیدید اوچه جان. به خونه خودت خوش آمدید. عجب چهره پرنور شما رو به یاد می آوردم اوچه جان. شما همیشه در یاد من بودید. من قربانی شما شدم. من دیر تو رو انتظار بودم بچه جان. چقدر این روز رو انتظار بودم اوچه جان. چقدر دیداری شما رو پزمان شدم اوچه. شما رو سخت یاد کردم. شما رو سخت یاد کردم اوچه جان. دیگر از نزدتون دور نمیرم. با شما وعده میدیم. خوش باشید. بیا دادم. خوش باشید اوچه. اینقدر انتظارت شدم. بچه جان.
رفته. خیر دیگر خوب استید اوچه جان؟ شکر بچه. الیاس از من دیدم مردی بزرگتر شده است. خیریت که اکا جان شما آمده. 12 سال منتظر این لحظه بودم اکا جان. هرگاهی که با دشواری دچار میشدم این روز رو فکر میکردم. همیشه میگفتم که حتما اکا پرویزم آمده قصی من رو میگیرد اکا جان. دوی بابا رو میزده دستم رو شکسته پایم رو لد دادن اکا جان. دوی بابا رو میزده. بله من دوی میگفتم که اکا میوید پدر ندارم. بله برادری بزرگ دارم اکا جان. برادری بزرگ دارم. بس کن گیره را الیاس. انا دیدی که من آمدم شیرکم. همهش خوب می شود. گریه نکن آخه. تو مردی کلان هستی. یک کس را نمی بینم. او در کجاست؟ اپای تحمیده رو میگوید او هم مثل ما شما را بسیار منتظر شد. نه من عزیزه را در نظر داشتم. عکسهایش را همیشه می بوسیدم. حالا او در کجاست؟ او را کی بوسه می کرده باشم؟ بچه ها من یک اوش رو بینم فراموش کردم. بله شوچه جون. الیاس لبه اکا جون. اصل این کار را به من نمی فهمونی. چرا فهمونم اکا؟ وقتی که می اومدم یزنم از خونه برآمد. بسیار عصبی بود. به او صدا دادم. گویا که نشنیده رفت. اکا جون با مشکل های ناچیزی عالمی بین خدا شد. فکرش رو نکن اکا جون. فکرش رو نکن. به فکرم که مشکلی ناچیز نیست. یا او رفتن من رو میخواهد. گپ زن الیاس. میخواهد که من از این ده بیروم. عزیزه جانکی من خوراکت را خور. اگر نخوری کلان نمیشوی. گیر خور. نمیخورم. اوچم در کجاست؟ حالا می آید. با نزدی اوچم رفتن میخواهم. اوچت به مهمانی رفته است. اگر خوراکت را نخوری وای دیگر نمی آید. گیر خور جانکم. اپای زلیخا خود رو با نزدی اوچم برید. رفته بین. گیر جانکم. خونه تگویا میروم. عزیزه همون تقوی گفتگیت قاتل است. میفهمی قاتل است. باباید را کشته بود. باباید را. نی دادا چونان شپاتی میزنم که زلیخا رو از پیشم گرفته بر. نباشد باز یگان بلا بر سرمان میاره. پسر تهمینه را البته با تو گرفته میدیم.
با کدام راهی که نباشم. من این خطایی رو یک بار کرده بودم، دیگر تکرار نمیکنم. با پسرم مراد محبوبش را گرفته داده نتوانستم. اکنون مراد سرسان و سرگردان خودش تنهاست. دودرکم آسوده باش، من در بر تو هستم، همش خوب می شود. از هم میخورم که یک روزی آسوده رو نمیبینی پرویز. اوچا اوش کی تیار میشود؟ اینقدر دیر شد؟ گروز نماندم آخیر. صبر کن، تو هم بعد نفس بدهیده. وقت چقدر تیز میگذرد. ماشین باید کی ها می اومد. بخیر باشد. تلفنی دستی هم نداریم که با اکام زن زنیم. تو تلفن رو من آش رو کی تقسیم میکند؟ من تقسیم نمیکنم، سمی تقسیم کند. یا اینکه اپای تامینه رو جگ زنی. اوچا اکام تقسیم میکنم. مایلش. بیسرکم. قدمی مبارکی قاتلی لعنتی هرگز به این دیه نرسد. درد و بلاها مصیبت ها همش به سر همون پرویز رود. هرگز قاتلی نابکار هرگز به آرزوی امیدش نرسد. پرویز قاتل
سر همون قاتل پرویز بیاین با تو مصیبت ها به سر همون پرویز بیاین. خیلی زیباست. این پسر سوجیده خیلی کلان شده. دکتر است. پرویز لابای انا همینجاست مرکز تیوی. همینجا؟ بله. اینجا کی ساخته و کی خراب شده است؟ اینجا هم از دست اویله ایوموفو به همین حالت رسید. لیکن تی پروا نکن. سرجم شده در بین 2-3 روز اینجا رو تازه میکنیم. مالش خیر پرویز جان، تا بازدید. اوچا! 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 اوچم در کجاست؟ در خونه؟ اوچا! 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 چی گفت؟ اوچا! چی شد؟ چی واقع شد؟ چی شد؟ یگان واقعی ناخوش. پرویز آمد اوچا. او را با چشمانی خودم دیدم. همراه تهمینه بود. همراه تهمینه بود. تهمینه به پیشوازک و شهر رفته بود از اوچا. پسرم سهراب، تو چی؟ برای تهمینه غمگین شدی؟ یا اینکه آخر او قاتلی پدرم است. برای چی خیلی گم میزنید اوچا؟ لحظه های مرگی پدرم رو هرگز فراموش نمیکنم اوچا. هرگز مرگی پدرم رو فراموش نمیکنم اوچا. پرویز بیا رفت. پرویز من ماشین رو های کردم اتوانم. سهراب تو های کردن نمیتوانی، پدرت را بزنی. حالا وقت این کارها نیست. ای من کور نیستم کو.
هرگز من به او گفتم که های نکن او یک روی کردم ماشین رو های کرد پدرم باشد گریخته نتوانید در نتیجه پدرم زیر ماشین ماند سهراب بچه جانم با خود بیا پرویز باید مرا گوش میکرد باز کن سهراب با خود بیا سهراب اوچا پرویز باید از این ده برآمده رود و پدرم را کشت و هم معشوقم را از من کشیده گیری او باید برآمده رود اوچا من به تحمیل زندگی کرده نمیتوانم آرام شو سهراب پسرکم با خود بیا